خب سوال دیگر. السلام علیکم دامولای شیرین سخن. آیا پیشاب کردن در حمام ها در حالت غسل درست است؟ نه برادر عزیز، درست نیست. پیشاب کردن در حمام ها، این حمام های چی؟ حمام های اینجا باشن یا حمام هایی که در وطن خودمون هستن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کرده هستند، بعد گفتن معن داشتن، یعنی پیشاب کردن در حالت غسل باشه. اگر این حمام های ایجار شما در نظر داشته باشی، حمام های اینها اکثرش یعنی حاجت خانه و حمام یک جایه هست، بعضیش هست که علاحده و جدا هستند. اگر علاحده و جدا هم باشن چی خوبتر و بهتر میشه که خدا به دست گیره، بعد از غسل کردن تو رفته پیشاب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این حدیث امام ترمذی و نسائی و ابو داود روایت کردن از حضرت عبدالله ابن عمر بوده، روایت کردن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کردن، یعنی بعد گفتن معن داشتن از پیشاب کردن در حمام ها، در حالت غسل کردن پیشاب کردن در حمام معن داشتن. حتی در روایت دیگه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لا یبولن احدکم فی مستحمه فإن عامة الوسواس منه. گفتن در حمام ها پیشاب نکنه. جناب پیغمبر گفتن در حمام ها پیشاب نکنه که بسیاری کسل های وسواس، کسل هایی که مردم ما کسل وسوسه میشوند، جناب پیغمبر گفتن که از همین پیشاب کردن در حمام ها پیدا میشود. یعنی اکثر مردم ها میان از ما از کسل های وسواس شکایت میکنن که این هم یک دردی خیلی تبابت ناشونده است. بعض انسان به زن طلاق میگیره، فکر میکنه که زنش طلاق کرده است. بعض انسان به طهارت کردن میگیره، بعض انسان به بد دیدن همسرش یا یک نفر میگیره. جناب پیغمبر نهی کردن، گفتن از پیشاب کردن در همین یعنی حمام ها خودداری کنه که بسیاری کسل های وسواس از همین پیشاب کردن حمام ها پیدا میشه. خب السلام علیکم دامولای محترم. در سجده پایه ها از زمین بلند شوند آیا ضرر دارد در نماز؟ برای برادر عزیز، در حالت سجده کردن اگر پاها از زمین یعنی بلند شوند، اگر تمامی سجده را یعنی با سجده رفته برابر پاهات از زمین برداری، تمامی سجده را اگر سر انگشتای پا از زمین بالا باشند، نماز انسان فاسد میشه، نمازش بیکار میشود. اما اگر یک مدت یک لحظه پات برداشتی و باگذاشتیش، در این صورت فقها مکروه گفتن، نماز انسان مکروه میشه، نماز انسان با کمبودی و با نقص میشود. به این خاطر ضرر داره در حالتی یعنی در سجده انسان پاهاش از زمین برداره سرای انگشتاش، این برای انسان ضرر داره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که انسان به 7 اعضاش خدا را سجده میکنه. در حالت سجده کردن 7 اعضاش خط انسان پروردگار را سجده میکنه. اینها که جا هستن برادر عزیز، در مذهب خودمون هم پیشانی و هم بینی، وقتی به سجده رفتیم باید بینیمون هم در زمین برسه. بعض انسان ها پیشانی را میمونن، بینی را نمیرسانند. یکم چیزی که خدا را سجده میکنه پیشانی و بینی است، و دیگرش هر دی دستها باید در زمین رسند، و دیگرش هر دی زانوها، و دیگرش هر دی سرهای انگشتای پا. یعنی این 7 اعضا قطعی انسانیت الله رب العالمین سجده میکنه. به این خاطر در حالت سجده کردن اگر این اعضاها از زمین بلند باشند، البته برای انسان ضرر داره. برای انسان یعنی نمازش اگر گفتیم در تمامی سجده اگر از زمین بالا باشه نمازش فاسد می شود، باید نماز از سر خوانه. اگر یک مدت یک لحظه اگر از زمین بالا شوند، در این صورت یعنی نمازش مکروه می شود، فاسد نمی شود و نمازش به کراهیت درست می شود. خب برادر دیگر پرسید. السلام علیکم دامولای محترم. در نماز تهجد اذان و قامت گفته می شود؟ نه برادر عزیز، اذان و قامت فقط و فقط برای نمازهای فرض و نماز جمعه هست. نماز 5 وقته چی وقتی باشه چی قضایی باشه، اذان و قامت براش سنت است. اما بغیر نمازهای فرض، نماز تهجد میخوانی، نماز وتر واجب میخوانی اگر علاحده بخوانی، یا اینکه نماز شکر وضو میخوانی، تحیه مسجد میخوانی، نماز ضحی اشراق، هر نماز نافله که بخوانی، برای اینها اذان و قامت نیست. اذان و قامت فقط برای نمازهای فرض است و برای نماز جمعه.
چی در وقتی بخوانی چی قضایی بخوانی شد. خب داملای محترم، نماز تهجد را چند رکعتی و چند رکعت خوانیم؟ نماز تهجد نماز شب است. چند رکعتی خواندن شد. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمازهای شب گفتن که صلات اللیل مثنا مثنا، تا نماز شب بهترش دو رکعت خواندن است. چند رکعتی که میخوانی. اما ای برادر پرسیده است که نماز تهجد چند خوانیم؟ اکثر روایت ها ده جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم 8 رکعت میخواندن، یعنی 2 رکعتی نیت میکردن، 4 بار 8 رکعت میخواندن. هستن روایت هایی که جناب پیغمبر تا 12 رکعت هم خواندن. اصل نماز شب کمی در کمش، یعنی کمترینش 2 رکعت است، زیادترینش او همت هر انسان خودش است. چند زیاد خواندی یعنی از 8 رکعت زیاد خواندی دیگرهاش قیام لیل گفتن نیت میکنی، یعنی نماز شب گفتن نیت میکنی. این نماز از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ثابت. چند یعنی همت داری، چند غیرت داری، البته ذخیره و فایده قیامت میشه معنی نیست. چند رکعت زیاد خونی ان شاء الله که فایده خود است. و وقتی نماز تهجد بهترش همین است که انسان 3 آخری شب خونه، یعنی پیش از صبح خیزه. فرض کنیم اگر ساعتی یعنی 7 گذشته که این روزها صبح میدمه، ساعتی 6 خیزه تا ساعتی 7 این لحظه ها، یعنی الحمدلله ببینید چقدر شبها هم طولانی، یعنی انسان سرخواب میکنه. این لحظه میتونه که نماز تهجد شب بخونه. اما شخصیت اگر باوری نداشته باشه با بیدار خوابیش، میتونه که از ابتدا از سر شب هم ساعت ها یعنی 12 ساعت ها یک در ابتدای شب هم نماز شب خانه و خواب روه براش درست است.